اقتصادی حکومت تاجیکستان سال 2019 را با انتقاد تند پرزیدنت امامعلی رحمان از وضع اقتصادی کشور شروع کرد. روح الله حکیموف رئیس امانت بانک بنابر بازنگشتن قرضها و خیرالله رحیموف برای به حالت بحرانی دچار کردن تاجیک ایر از تالار مجلس حکومت در تاریخ 21 ینور رانده شدند. کرسی این دو منصبدار دیر باز خالی نماند، اما آثار فعالیتشان در کار این دو اداره دولتی دوام یک سال از خود درک میداد. یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر از 4 ینور از پرواز ماند و کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. و مدیر نوی شرکت تنها در نیمه سال دست داد که با شروع موسم حج هواپیمای شرکت را دوباره به هوا خزاند و پروازهای پیشینی تاجیک ایر را در برخی از سمت‌ها از جمله دوشنبه دهلی برقرار نماید. یک ضعف اقتصادی تاجیکستان که از زمان صاحب استقلال شدن به همراه گرفت این است که میزان وارداتش از صادرات به مراتب بیشتر است. بنابر معلومات آژانسی آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار از خارج مال وارد کرده با مبلغ همگی بیشتر از 1 میلیارد دلار مال صادر کرده است. چون واردات از صادرات به مراتب بیشتر است، کشور به کمبود اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی دائم روبروست. ماه می کمبود اسعار خارجی به اوج خود رسید. بانک ها فروش دلار را تا به 200 دلار به دست یک نفر محدود کردند. 15 می نرخ 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی از مرز 1000 سامانی بیشتر شد، در حالی که قرب رسمی 100 دلار 944 سامانی معین شده بود. تنها پایان ماه اوگوست زیر فشار بازار غیر رسمی، بانک ملی مجبور شد قرب سامانی را تا 9 سامانی و 70 درهم پایان برد. ماه سپتامبر در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه راغون که ساختمانش سالها باز ادامه داشت به کار درآورده شد. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 9 سپتامبر با پخش توگمه چرخه دوم نیروگاه را که 120 مگاوات برق استحصال میکند با خطهای برق جمهوری وصل کرد. چرخه اولی آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شده بود و انتظار میرفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود. اما به دلیل پیش آمدن به گفته مقامات مشکل تکنیکی این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر گذاشته شد. مقامات میگویند با فعال شدن چرخه دوم نیروگاه راغون تاجیکستان میتواند صادرات برق را به خارج زیاد کند. ساکنان امیدوارند که با به کار درآمدن دو چرخه راغون محدودیت انتقال نیروی برق در فصل زمستان از بین میرود. توسعه طلبی چین و شرکت‌هایش در سال 2019 نیز ادامه داشت. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کان نقره یک جلوه در ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسیدند که چرا یک کان به پررگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات حکومت ولایت بدخشان در جواب به این واکنش‌ها و نگرانی‌ها گفتند که کان به شرکت چینی هدیه کرده و یا فروخته نشده است و این یک راه جلب سرمایه خارجی به کشور است. شرکت‌های چینی عین زمان اکثریت کان‌های طلا، نقره و دیگر متال‌های گرانبهای تاجیکستان را در اختیار دارند. عین زمان کان طلای پاکرود در وحدت و دوآبه شرقی و کمرغ بالا در عین به پررگی به دست شرکت‌های چین گذاشتند. کان بزرگ طلای زرافشان در پنجکند را نیز شرکت مشترک تاجیکستان و چین استخراج می‌کند. چین همچنان بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان است. تاجیکستان از این همسایه کشور شرقیش نزدیک به 1.5 میلیارد دلار قرض دار است. 3 دکبر بانک ملی تاجیکستان شیوه‌های قبلی ارسال پول را به کشور منع کرده، مرکز یگانه پروسسینگی را که منبع تنها توسط آن به کشور پول وارد می‌شود فعال کرد. بجز از دو شبکه روسی یونیستریم و کانتاکت، شرکت‌های دیگر انتقال پول به این مرکز هنوز نپیوستند. تا این مدت بیش از 80% انتقال پول به کشور توسط شبکه زلاتای کرونا صورت می‌گرفت و از کار ماندن این شبکه باعث سرسانی مهاجران کاری شد که نتوانستند در این مدت به خانواده‌هایشان پول فرستند. بانک ملی در شرح ضرورت تأسیس این مرکز میگوید برای استواری نظام مالیوی کشور است. سوال‌ها درباره کار این مرکز زیاد است ولی مقامات به پرسش‌های چالش برانگیز جواب نمی‌دهند، از جمله درباره آنکه مرکز نو غمخواری به مردم است و یا آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار.
بنابر حساب‌های سازمان‌های بین‌المللی درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 1 میلیارد و 941 میلیون دلار فرستادند.